سلام دوستان عزیز، حالتون چطور؟ خوش اومدید به ویدیو آموزش شلاقی. بچه قبل آموزش لایک کامنت سابسکرایب یادتونه، بریم یاد بدم. خب بچه ها، برای زدن شلاقی اول باید جامپ رو تمرین کنیم. میریم تو بخش تمرینی، جامپ رو به جلو رو میزنیم و پرتاب نایف رو میزنیم. نایف هم حتما باید کاتانا باشه. بعد اینکه این تمرین کردید، بعد زدن جامپ سریع میرید روی بعد زدن جامپ و پرتاب نایف سریع میزنید روی گانه مورد از با هر گانی هم میشه، حتی با استمارس. خب بچه ها، نکنید اول جامپ رو به جلو، پرتاب نایف. قبل اینکه صدای نایف رو بشنوید سریع میزنید روی گان. قبل اینکه صدای نایف رو بشنویم سریع میزنیم روی گان. برای اسنایپ هم همینطوری هستش. انا کنید اسنایپ شلاقی.